با درود بر شما یاران، غزلی دیگر از حضرت حافظ تقدیم حضور گرمتان. غزل شماره 2: چاه زنخدان. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما، ازین جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل، بدین شتاب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل، بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ تا غزلی دیگر